این روزا طلا داره بین عدد 10 و 911 میلیون تومان بازی میکنه. خیلی‌ها میگن آقا بفروشیم. عزیزم یک بار برای همیشه در شرایط فعلی یا باید لنگ پول باشی، بدهکار باشی و کسی هم نداشته باشی ازش قرض بگیری که بری طلاتو بفروشی. در غیر این صورت طلا نباید بفروشی چون دیگه قابل برگشت نیست. چشم به هم بزنی دیگه همون طلا رو نمیتونی جاش بذاری. موضوع دوم، زیر 6 ماه، زیر 1 سال اصلا به بازار طلا و دلار فکر نکن چون نوسانات انقدر زیاده همون ریالت هم نصف میکنه، همون ریالت هم نابود میکنه. زیر اون از ریالت لذت ببر، اصلا نمیخواد وارد این بازار بشی. موضوع سوم، طلا و دلار رو به فکر سودش نباید باشی. اینا ثبات سبد سرمایه گذاری توئه. 60 الی 70% سرمایه گذاریت باید امروز روی طلا و دلار باشه، در غیر این صورت ثبات سبد سرمایه گذاریت به هم میریزه. و اما موضوع آخر، تا کجا میریم بالا، تا کجا قیمت میره بالا؟ آقا تا زمانی که این داستان تقابل‌های نظامی، سیاسی، تحریم، مکانیزم وجود داره، شیب نمودار به سمت بالاست. شاید اصلاح‌های کوچیکی داشته باشه اما همیشه به سمت بالا حرکت میکنه.